اینا در همین حجت پیشنهاد شده است که همین خانه سال 1962 انا از پدر و مادرم است. انا حالی که پیوندان جنیدالله عمرов سردار پیشین ریاست بازرسی حربی وزارت دفاع باید این منزل را خالی کنند. مقامات میگویند منزل در دایره قضیه عمرов به فایده دولت مصادره شده است. از اول همینجا زندگی میکردیم، همینجا کلان شدگیم. مارتی 2020 رئیس محله آمد که زنگ زدن که سودی اولی بیو لنسکی رایون. دخترچه ما گرفتم رفتم گفتن هم بخیل خانه کمیته انداز گرفته است. انداز؟ اموال. انا گفتم آخه خانه وای نیست و خانه دوماد اومده شتگی. انا این خانه خود نه ایو چه نه. مقامات در این باره نظر دیگر دارند. در مکتوب کمیته دولتی سرمایه گذاری از سنه 31 مارس امسال که به دادگاه ناحیه رودکی ارسال شده است آمده است منزل بحثی به جنیدالله عمرов تعلق دارد و هنوز سال 2016 با قرار کلیه حربی دادگاه عالی به فایده دولت مصادره شده است. در سند کمیته سرمایه گذاری گفته می شود که گلدسته سلیمووا با همراهی فرزندانش عین زمان منزل مذکور را غیر قانونی اشغال نموده زندگانی کرده ایستادند. به این خاطر کمیته سرمایه گذاری از دادگاه طلب کرده است که گلدسته سلیمووا با اهل عائله از منزل به دادن منزل دیگر کوچانده شوند. برای که همین آدم همینجا زندگانی میکرده در قید همین خانه بوده. برای همین مسئولین دادگاه ناحیه رودکی از صحبت در این باره خودداری کردند. آنها در صحبت بدون میکروفون گفتند گلدسته سلیمووا میتواند از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت برد. معلوم نیست که این قضیه تا کجا میرسد، ولی گلدسته سلیمووا امید دارد که در این روزهای سرد او و پیوندانش را از خانه بیرون نمیکنند. آخه ما هم انسانیم، نمیدونم که کجا میریم، جایی رفتن نداریم، کجا رویم که خانه میراثی. این بار اول نیست که نزدیکان افراد کشته شده در قضیه عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم از مصادره منزلشان شکایت میکنند. سال 2017 نزدیکان خود حاجی حلیم هم گفتند از دادگاه عالی و حکومت شهر دوشنبه خواستند این عائله سرجمعیت را از سرپناه محروم ننمایند. آخه این خانه میراثی من فرزندام کجا میبرم؟